سلام بچه آقا، چطور مطورید بچه ها؟ امروز اومدیم با یه ویدیویی که بهتون یاد بدم چجوری 0 تا 100 سایلنت راه رفتن یا همون پامورد راه رفتن رو بهتون یاد بدم. بچه ها میایین توی گزینه تنظیماتتون، بعد میایین توی بیسیک، بعد که میایین تو بیسیک مولتیتون میرین پایین، میایین توی این بخش. بذارم بهتون بگم توی این بخش بچه ها، دقیقا توی این بخش میاد یه دونه نوشته آلاوز اسپرینت که اونو توی آف میذارین، سنسیتیویتیتون رو میذارین رو 75. اینو انجام بدین. خب انجام دادین، بعد میایم بیرون بچه ها، بعد میایم توی تنظیماتمون، میایم توی مپ تمرینی، یعنی تنظیمات نگه توی مچ مولتی، میایم مپ تمرینیتون. خب من جزا یه اسم انتخاب کنم. خب بعد که اومدین توی این بخش بچه اینجا نگاه کنید. اینجا حالا برای آموزش دیگه براتون میدم. بچه میان اینجا ببین، اگه مثلا به این گزینه جویستیک اول نگاه کنید، میان توی تنظیمات چیزتون، توی همین تنظیمات حالتون، بعد اینجا جویستیک رو نگاه کنید. جویستیکتون نباید خیلی معنی فاصله. اولا که این جویستیکتون یه ذره کم میکنید، کوچولوش میکنید، بعد می اینجا یه ذره اینو یه ذره کوچیکش میکنید. خب کوچیک کردین، حالا سیو میزنیم، میریم بیرون. بچه ببینید اینجا ما اگه بخوایم کامل اینو بگیریم جلو، همین جویستیکمونو بخوایم راه بریم کامل بریم جلو، این کامل راه میره، پامرغی راه نمیره. ولی اگر ما بریم اینجا بعد بخوایم اینجوری بریم، یعنی کامل نگیریم به جویستیکمونو به سمت جلو، اینجا پامرغی راه میره. ببینیم بچه‌ها، صدا پا اصلا به انمی نمیدین. حالا تو رنکید مچ باشه هرچی باشه، راحت میتونه انمی رو بدون صدا پا ندادن بزنید. خب بچه ها نگاه کنید اینجا نکنید. اینجا که دوباره من الان جویستیک من دقت کنید، من کامل نمیگیرم، کوچولو میگیرمش که کم میگیرم که نره جلو، کامل نره. کامل هم بگیری اینجوری میره، ولی اگه بخوایم کم بگیریم اینطوری میره. خب بچه ها، امیدوارم این ویدیویی که من گذاشتم لذت کافی رو برده باشید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک و کامنت کنید، منم یه کامنت دلی هم برام بزنید که خیلی خوشحال میشم. ممنون، خداحافظ.